میخوام به دو چیز اشاره کنم. ما بسیار وقت افراطی شوی را میخواهیم با عامل‌های بگیم که یا بیرونی یا با عامل‌های عمومی نسبت دهیم و با عامل‌های بگیم فردی در عملیش سیگنال کمتر توجه میکنیم. نگاه کنید، همه اکثریت اون گزارش‌هایی که نوشته و مقاله‌های نوشته شده که وقتی که درباره رادیکالیته افراطی شوی یا چی شد، دو چیز میگن، یا تاثیر اینترنت یا میگن تاثیر مهاجرت. دیگر عادت شد از این مقاله به این مقاله، از این پژوهش به این پژوهش، از این حسابات به این حسابات همین مسئله گذشته میگیره. ولی اگر با واقعیت نگاه کنیم، واقعیت آن چنانی که مثلا میخوایم آسانش کنیم آسان نیست. این پدیده بسیار مرکب است و اگر شما تنها آمار و استاتستیکای آدمایی که مثلا به سوریه و عراق از داخل جمهوری رفتن و از خارج ببینید اونها تقریبا برابر هستند. و باز یک چیز دیگر نگاه کنیم که بسیار وقت مهاجرت تنها ترانزیت یا کانال میشد و غیره و هکذا. مهم چی است؟ اون چیزی که در اول سالهای 2000 اگر شما برگردید به سوال برای چه سببی پیدا شده چی نیست، خب به هر حال آدمایی بودن که تحصیل کردن در سعودی، در کشور خلیج، در مصر و یک بگیم این یک برخورد یا یک خوانش یا یک قرائت از اسلام که برای خودش مثلا دعوا دارد که ما درست هستیم مثل هر یک قرائت و خوانش دیگری از اسلام و اومدن و تا زمانی که در اول معین یا کسی به آنها توجه نکرد یا آنها قوی هم نبودن که به آنها حساب کتاب کنند و هم ملاهای گویم سنتی که خیلی همیت سه کودکی نو اومد و هیچی نیستن و گویم که توجه شد تا زمانی که آنها یک عدد معین شدن و به اصطلاح مثلا علمی کریتیش که مسا جمع شد و علاقه وقتی که بسیار شدن اونها میتونن دست جمعانه بعضی دعواها رو کنند و غیره و هکذا. و اگر بگیریم از سال 2005 6 این طرف علاقه اولین برخوردها بین آنچه ما گفتیم گویم که اسلام سنتی، هرچند که این یک اصطلاحی تو یک اندازه نادرست است و اون کسای پیروان اون جریان ها یا شکل ها و هویت ها و بازخوانده نو از اسلام در هر شکل و نمودش که بود با وجود آمدن. اولین مسئله بحث شد که آیا مثلا برگزاری مراسم عاشورا و چیز درست است یا نیست یا این شیعه‌گرایی است. اولین مسئله بررسی شد که آیا رفع الیدین یا چیز درست است یا نیست. اولین بار مسائل جزئی رفتن با یک مسئله کنفلیکتی و جنجالی و در این مسئله اگر گفتیم که تا یک اندازه دولت تا اندازه یا بی‌طرف بود یا جانبداری میکرد، بعضی وقتا تو برای چی من میگم جانبداری میکرد؟ برای خاطری که مقاله های مسئولان مقامات قدرتی بود که میگفتن که ما در همین سلفیات ضرر نمیکنیم. تا سال 2006 چاپ شدگی هستن رسمی شخصیت‌های بسیار بلندی در مقاماتی بالاتر هستن که ما در همین چیز ضرر نمیدیم و شاید تا یک اندازه هم یک الटरनेटिव بود برای اسلام سیاسی تا زمانی که یک به یک قوه تبدیل نیفتن که توانند علاقه برای خودشون در بعضی دعواها برای خودشون بعضی از طلباتی پیشنهاد کنند و بگیم که از سال 2009 به بعد خصوصا اگر نقطه همین چیز بگیم که جشنگیری سال امام اعظم دولت و حکومت موقع خود رو معین کرد گفت که ما جانبداری همین اسلام سنتی، ما جانبداری مذهبی حنفی و هر چیزی که دیگر هست ما اون رو جانبداری نمیکنیم و بگیم که از سال 2010 این طرف 10 سال اخیر گویا که همه حیات دینی ما از روی پرینسیپی از روی بگیم که این سیستم مبارزه به اصطلاح اسلام سنتی و اسلام های دیگر صورت گرفته شده است. هر چیزی که هست هم بحث های اطلاعاتی هم بگیم که حیات دینی ما در همین وای است، در همین چارچوبه صورت میگیرد. بله